عرض سلام خدمت بینندگان، دانش آموزان و کسانی که اهل علم و دانش هستند. من امیر محمد هستم، کارشناس ارشد رشته ژنتیک. در ادامه جلسه قبلی میرسیم به فصل 4 گردش مواد در بدن. هر چیزی رو که بهتون تدریس میکنم عین جملاتی هست که در کتابتون هست، نه چیزی رو مازاد داستان میگم نه چیزی رو میکاهم ازش. عین جملات کتاب رو، عین مثالهای کتاب رو براتون آموزش میدم. یک لغتی که در گردش مواد میبینید رگنگاری هست که بهش میگن آنژیوگرافی. گراف یعنی نگاشتن، آنژیو هم یعنی رگ. آنژیوگرافی یعنی رگنگاری. یه لغتی رو آورده که رگ‌های تاجی میگن بهش، کرونر هست. کرونر رگ تغذیه دهنده قلب هست، این کرونری که اینجا میبینید. سرخ رگ کرونر هست، خب، که از انشعاب آئورت به وجود میاد، که رگ‌های تاجی میگن بهش. همون ویروس کرونا هم بود. کرونا یعنی تاجی شکل. کرونر رگ تاجی گفته. سرخ رگ کرونر سرخ رگ تاجی شکل هست، یادتون باشه. یه لغت دیگه هم که اینجا بهتون گفته هماتوکریت هست. تعریفش نسبت درصد حجم سلول به حجم خون هست. حالا کاری نداریم بهش، هماتوکریت گفته بهش. خب یعنی خون بحر. حالا بهش گفته فارسی سازی کرده کتابتون، به هماتوکریت گفته خون بحر. حالا اینجا سوال کرده که منظور از رگنگاری، رگ‌های تاجی، قلب مصنوعی و خون بحر چیست؟ آیا همه جانداران گردش مواد دارند؟ گفتیم دیگه همه جانداران گردش مواد ندارن، یعنی قلب باشه، سرخ رگ، سیاه رگ ندارن. در این فصل با آشنایی بیشتر با دستگاه گردش مواد در انسان و بعضی جانوران پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را خواهید داد. خیلی خوب، میرسیم به گفتار 1. اونجا بهتون گفتم که این ویروس کرونایی که بهتون گفتم یعنی ویروس تاجی شکل. کرونر هم چون شبیه به تاج است می نویشه سرخ رگ تاجی. خب این یک قلب رو نشون میده بهتون. حالا بزرگ سیاه رگ زیرین چی هست؟ بطن چی هست؟ شش چی هست؟ سرخ رگ ششی چی هست؟ سیاه رگ ششی چی هست؟ دهلیز راست، دهلیز چپ و بطن چپ که اینجا بهتون نشون داده. اینجا شما یک تصویر دیگه هم میبینید که گردش ششی نوشته که وارد قلب شده و اینجا هم گردش عمومی رو میبینید که به این شکل است. اینا مورک‌های بدن هست که تبادل انجام میشه. یه سوال‌هایی هم اینجا نوشته که باید امسال بلد باشید. مثلا نوشته با گردش خون عمومی و ششی آشنا هستید. سال قبل خوندید ولی اینجا هیچ تدریسی نمیکنه. 2 تا شکل چپونده تو کتاب، میگه آشنا هستید. خیلی خوب. مسیر هر کدام را در بدن مشخص و هدف 2 نوع گردش خون را با هم مقایسه کنید. با توجه به آنچه که قبلا آموختید در گروه‌های درسی خود در مورد پرسش‌های زیر با همدیگه گفتگو کنید. میگه هر دهلیز خون را از کجا دریافت می‌کند؟ هر بط خون را به کجا می‌فرستد؟ خون طرف چپ و راست قلب با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ چرا ضخامت دیواره بطن‌های چپ و راست با هم تفاوت دارند؟ همه اینها رو من میخوام الان بهتون آموزش بدم. حواستون اینجا باشه، طوری بهتون آموزش بدم که خستگی نداشته باشید و فول بشید همه رو بچه ها. میریم به سراغ جزوه. قبل اون بهتون گفتم که رگ‌های غذا دهنده قلب هم گفته میشن به کرونر. بریم به سراغ جزوه‌مون که ببینیم داستان از چه قرار هست.
دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب هست، رگ هست و خون هست. دستگاه گردش مواد همتون میدونید، قلب، رگ، خون. تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب سرفصلی هست که اینجا اومده قشنگ شروع کرده به درس دادن. تأمین اکسیژن و مواد مغذی در قلب. خیلی خوب. میگه خونی که از درون قلب عبور میکند نمیتواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف کند. راستم میگه، خونی که از قلب عبور میکنه نمیتونه نیازهای تنفسی و غذایی قلب رو برطرف کنه. چرا؟ چون هر خونی این کار رو نمیتونه انجام بده. در ادامه میگم داستان چیه. خون مورد نیاز قلب با رگ‌های ویژه‌ای به نام سرخ رگ‌های کرونری یا همون کتابتون گفته تاجی از آئورت منشعب شدند، تأمین میشوند. خونی که در این رگ‌ها جریان دارد پس از رفع نیاز یافته‌ای قلبی از طریق سیاه رگ تاجی وارد دهلیز راست می شود. این جمله هم یادتون باشه، کاری نداریم باش. بسته شدن سرخ رگ‌های تاجی یا همون کرونر که رگ تغذیه دهنده قلب هست توسط لخته خونی باشه یا سخت شدن دیواره اون باشه که بهش تصلب شرايين میگیم بچه ها. سخت شدن دیواره آئورت رو، کرونر رو، خب بهش میگیم تصلب شرايين. ممکن است باعث سکته قلبی بشود. سکته قلبی رو بهش آنفارکتوس هم میگن. خون به بخشی از ماهیچه های قلب اکسیژن نمیرساند و آن یاخته میمیرد. خیلی ساده هست. وقتی رگ تغذیه دهنده قلب یا کرونر که از آئورت منشعب شده نمیتونه غذا رو به قلب برسونه، اون یاخته ها میمیرن و طرف سکته میکنه. یه شماتیک زدم. آئورت از انشعابات آئورت سرخرگ تاجی به وجود میاد دیگه، درسته؟ کرونر به وجود میاد. سکته قلبی مربوط به این رگ هست، کرونر هست که وارد دهلیز راست میشه. خب دریچه های قلب اینا درس رو شروع کرده، میخوام کاملتر بگم بهتون که اینجوری عبور میکنم. خب دریچه های قلب، وجود دریچه در هر بخش از دستگاه گردش مواد باعث یک طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شود. در ساختار دریچه ها بافت ماهیچه‌ای به کار نرفته است، بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده و دریچه ها را می سازد. وجود بافت پیوندی در این دریچه ها با آن استحکام می دهد. پس هیچ نوع در دریچه های قلب، حالا بهتون میگم دولختی هست، سلختی هست که انگلیسیش میشه میترال و تریکوسپید که کتابتون اصلا نگفته میترال و تریکوسپید رو، دولختی و سلختی فقط گفته. ما هم با اون دولختی و سلختیش کار داریم، با چیز دیگه ای کاری نداریم. خب میگه که هیچ بافت ماهیچه‌ای در دریچه های قلب نیست، همون بافت پوششی است که چین خورده و دریچه ها رو میسازه. خیلی خوب، شکل کلی رو میذارم، خواستید یادداشت بکنید. و اما میریم به سراغ مفهوم آموزی که شما قشنگ بدونید داستان چی هست. ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آن سبب باز و بسته شدن دریچه ها میشه. مثلا فشاری که در بطن بیشتر از دهلیز است پمپ میکنه خون از داخل، حالا یا سرخرگ آئورت بالا میزنه، خب، یا از سرخرگ ششی. خب حالا بهتون میگم دو نوع دریچه در قلب وجود دارد، حالا یا دولختی هست یا سلختی هست.
دولختی بین دهلیز و بطن چپ هست. خب چرا بهش میگن دولختی؟ زیرا از دو قطعه آویخته تشکیل شده است. سلختی کجا هست؟ بین دهلیز و بطن راست هست، زیرا از سه قطعه آویخته تشکیل شده. اونم که از اونه. حالا دریچه‌ای هم که میگیم در قلب هست، منظورمون دریچه بین دهلیز و بطنی رو که وجود داره. حالا دریچه هایی که بین دهلیز و بطن قلب وجود داره رو مد نظرمون هست. میگیم در بین دهلیز و بطن دریچه‌ای هست که در هنگام انقباض بطن از بازگشت خون به دهلیز جلوگیری میکند. خب اومدیم به این قسمت. در ابتدای سرخرگ ها نگاه کنید، دو تا سرخرگ هست. اینجا دهلیز ها رو نشون میده. حالا اینجا دهلیز چپ، اینجا دهلیز راست، بطن چپ و بطن راست. خب دو تا سرخرگ از این خارج میشه. سرخرگ آئورتی که از بطن چپ میاد به دهلیز چپ و ادامه داستان، و سرخرگ شوشی از بطن راست میاد به دهلیز راست و میره بالا و ادامه داستان. خب یه نکاتی رو بهتون جامع آموزش میدم که شاید کتابتون ننوشته باشه، چون نوشته سال قبل خوندید. اگر اینها رو ندونید نمیتونید این فصل رو درک کنید. سرخرگ ها خب که در بطنها هستند، پس سرخرگ شوشی و آئورت هست. در ابتدای آئورت و سرخرگ شوشی دریچه سینی هست. دریچه‌ای که در ابتدای سرخرگ آئورت و سرخرگ شوشی هست رو بهش میگن دریچه های سینی شکل، دریچه های سینی. حالا یه نکته رو بهتون نوشتم، خیلی ساده هست ولی یاد بگیرید. هر رگی که از قلب خارج میشه، نگاه کنید، هر رگی که از قلب خارج میشه رو بهش میگن سرخرگ، و هر رگی که به قلب میخواد بیاد رو بهش میگن سیاه رگ. لزومی نداره که این سرخرگ همواره خونش تازه باشه یا تیره باشه، و لزومی هم نداره که خونی که در سرخرگ سیاه رگ هست همواره تیره باشه یا روشن باشه. خب لزومی نداره. میتونه سرخرگ حامل خون تیره و روشن باشه و سیاه رگ هم میتونه حامل خون تیره و روشن باشه. برخی از دانش آموزا فکر میکنن که اون سرخرگ هست پس حتما خون تازه داره، اینم که سیاه رگ هست حتما خونش تیره هست، سیاه دیگه. به اسم نیست بچه ها. این نامگذاری به دلیل این هست که میگه رگی که از قلب خارج میشه رو بهش میگن سرخرگ، یعنی سرخرگ میشنوی یعنی از قلب خارج شده. سیاه رگ رگی است که به قلب وارد میشه، یعنی رگی که به قلب وارد میشه رو بهش میگن سیاه رگ و بالعکس. اینجا هم نوشتم بهتون که لزومی نداره سرخرگ ها همواره دارای خون روشن و سیاه رگ دارای خون تیره باشن. هشدار اشتباه نکنید. هم سرخرگ و هم سیاه رگ میتوانند خونهای روشن و تیره و بالعکس را هم کنند. خیلی خوب. اینم از اینجا. میایم به گردش عمومی خون و گردش شوشی خون. میگم بچه ها کتابتون اینا رو ننوشته ولی من اینا رو بهتون آموزش میدم که بتونید فصل رو دقیق یاد بگیرید. میگه دو نوع گردش خون در انسان وجود دارد. یکیش گردش عمومی خون هست، یکیش گردش شوشی خون هست. گردش عمومی، گردش شوشی. نگاه کنید وقتی گردش شوشی هست یعنی محدود به شوش هست، یعنی کوچیکه اون گردشه. وقتی که گردش عمومی هست پس بزرگ هست. از اسامیشون مشخص هست، گردش عمومی و گردش شوشی. گردش شوشی نسبت به عمومی محدودتر دیگه، پس گردش کوچیک خون هست. عمومی هم گردش بزرگ خون
هست. گردش عمومی بدن چی هست بچه ها؟ اینجا یک تصویری رو براتون کشیدم، یه خورده زوم آوت کنم که قشنگتر ببینید. نگاه کنید بچه ها، تنظیم کنم که بهتر ببینید. خیلی خوب. گردش عمومی بدن نگاه کن، بطن چپ می اومد به دهلیز چپ. کدوم رگ بود؟ آئورت بود. گفتیم که در آئورت یک دریچه سینی هست. دریچه سینی در ابتدای آئورت است. وقتی که بطن چپ شروع به انقباض میشه، خون وارد دریچه سینی و آئورت میشه، میاد و از این قسمت دوتا انشعاب به وجود میاد. کجا میره؟ به بدن میره دیگه، به قسمت‌های مختلف بدن میره. مثلا به مورک‌های بدن میره که تبادلات گازی رو در اون بافت‌ها و مورک‌ها به وجود بیاره. تا اینجا که وارد مورک‌ها میشه چی هست؟ از قلب خارج شده است. به اینها میگن سرخ رگ. خب به همینه که بهش میگن سرخ رگ آئورت، شما میگی تاجی. از انشعاب همین سرخ رگ آئورت هست که رگ کرونر به وجود میاد. اینها میان به مورک‌ها میرسن. از مورک‌ها سیاه رگ‌ها وارد دهلیز راست میشن. نگاه کن، سیاه رگ‌ها وارد دهلیز راست میشن. همین رو بدونید که نگاه کنید بچه‌ها، اشتباه نکنید ها. از قلب خارج شد بهش گفتیم سرخ رگ، به قلب وارد میشه بهش میگیم سیاه رگ. اینها از بطن چپ سرخ رگ خون پمپاژ شد رفت به مورک‌ها. خب تبادل‌های گازی اینجا انجام گرفت، یعنی خون اکسیژنش رو از دست داد، کم شد. خب وارد سیاه رگ‌هایی میشه که وارد دهلیز راست میشه. اونی که از بالا میاد بهش میگیم بزرگ سیاه رگ بالایی یا زبرین. اینی که از پایین به سمت قلب میاد و بهش میگیم بزرگ سیاه رگ زیرین. بزرگ سیاه رگ بالایی یا زبرین، بزرگ سیاه رگ زیرین. یعنی خون که یه خورده تیره شده وارد دهلیز راست میشه. اینجا جملاتی نوشتم. از بطن چپ شروع می شود و به دهلیز راست که اینجاست ختم می گردد. خون روشن با انقباض بطن چپ، ببین خون روشن با انقباض بطن چپ وارد سرخ رگ آئورت شده و پس از تبادل مواد بین مورک ها و سلول ها در بافت ها به سیاه رگ ها وارد می شود و خون تیره به دهلیز راست وارد می شود. پس خون روشن در قسمت در سمت چپ قلب هست. خب خون روشن در سمت چپ قلب هست و خون تیره در سمت راست قلب هست. خب حالا میاییم به ادامه داستان. گردش ششی خون چی هست؟ حالا خون تبادل انجام داده، خون تیره اینجا هست دیگه. خب خون تیره اینجا هست. این هم سرخ رگ بود، سرخ رگ آئورت که خون تازه رو داشت پمپاژ میکرد. این هم سرخ رگ ششی هست که داره خون تیره رو پمپاژ میکنه. خب پس لزومی نداره که سرخ رگ همواره حمال یا حمل کننده خون روشن باشه. اینجا سرخ رگ ششی میگیم به سمت ریه میره دیگه، به سمت ششا میره، از قلب خارج میشه میره به سمت شش که چیکار بشه؟ چیکار کنه؟ خون اکسیژنی رو که تنفس کشیده از نای وارد کیسه های هوایی شده، وارد ریه شده، تبادلات گازی بگیره، خون اکسیژن بگیره، روشن بشه و برگرده به خون. خب برگرده به قلب. حالا میگیم دریچه سینی در ابتدای سرخ رگ ششی هست، بطن راست پمپاژ میکنه وارد دهلیز و
میاد به سمت ششا، تبادلات گازی انجام میشه. حالا رگ میخواد برگرده به قلب، وارد قلب میشه. چی میشه؟ سیاه رگ. چی رو وارد قلب میکنه سیاه رگ؟ خون روشن رو از ریه وارد دهلیز چپ و بطن چپ میکنه که آئورت باز خون تازه رو وارد بدن بکنه، وارد همون بافت ها، مویرک ها و غیره بکنه. اینجا هم جملات رو نوشتم. پس خون روشن در قسمت چپ قلب هست و خون تیره در قسمت راست قلب هست. خب توی گردش ششی سرخ رگ گردش ششی هست دیگه، از قلب خون وارد شش میشه. پس سرخ رگ خون رو وارد شش میکنه. چه خونی رو؟ خون تیره رو. میره اونجا تبادل اکسیژن بکنه، هوای تازه بگیره، خون روشن بشه و چون رگه داره به سمت قلب میره میشه سیاه رگ ششی. خون روشن از طریق سیاه رگ ششی وارد دهلیز چپ میکنه. یعنی شما کامل دیگه یاد گرفتید که گردش عمومی بدن و گردش ششی چی هست. این هم از این. میریم به سراغ کتاب. صدای قلب. دریچه‌های قلب رو اینجا گفتم بهتون. دریچه سینی هست، دولختی و سلختی و میترال و تریکوسپید هم یادتون باشه. حالا اینجا دریچه دولختی رو میبینید بچه ها. دولختی بهتون گفتم که دو قسمت آویخته شده است. دولختی یک لخت، دو لخت. خب اینجا هم دریچه سلختی رو میبینید. یک لخت، دو لخت و سه لخت. خب دریچه سینی آئورتی رو میبینید اینجا. دریچه سینی آئورت ببینید. دریچه سینی آئورت هم هست، سرخرگ ششی هم هست. ببینید دریچه سینی آئورتی، اینم دریچه سینی سرخرگ ششی هست بچه ها. خب اینم که سرخرگ تاجی هست. تاج گفتم کرونا هست، کرونری هست. آئورت منشعب میشه، کرونر رگ تغذیه دهنده قلب رو به وجود میاره. سکته مربوط به کرونر هست. اینم از این. پس توی قلب کلن 4 تا دریچه میبینید. یکی دریچه میترال یا دولختی هست، یکی دریچه تریکوسپید یا سلختی هست، یکی هم مربوط به آئورت هست، دریچه سینی آئورت، و یکی هم مربوط به دریچه سرخرگ ششی هست. پس 4 تا دریچه شما اینجا میبینید. میرسیم به صداهای قلب. همون یادتون هست گوشمون رو روی سینه یک کسی قرار میدادیم، به صداهای قلب گوش میکردیم. همون صدای پومتاک 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 که میشنیدیم. میگه اگر گوش خود را به سمت چپ قفسه سینه کسی بچسبانید یا گوشی پزشکی را روی قفسه سینه خود یا شخصی دیگر قرار دهید، صداهای قلب را میشنوید. 2 تا صدا هست. یکی صدای اول هست پوم و یکی صدای دوم هست که بهش میگیم تاک. میریم سراغ جزوه. صدای اول پوم هست که قوی هست، خب ولی گنگ هست، ولی طولانی تر نسبت به صدای دوم قلب هست. معلومه دیگه صدای اول شما در دعوا کردن هم وقتی میخواد به یکی ضربه بزنید، ضربه اول رو محکم میزنید. خب مثلا میگم، حالا دعوا نکنید که کار بسیار ناانسانی هست. صدای اول پوم هست، قوی، گنگ، طولانی تر نسبت به صدای دوم. حفظ نکنید ها. صدای اول قوی هست،
و چون قوی هست پس صدای دوم باید ضعیفتر باشه دیگه، درسته؟ خب صدای اول قوی هست، طولانی تر نسبت به صدای دوم هست و گنگ هست و مربوط به بسته شدن دریچه های دولختی و سلختی هست. یعنی در زمان بسته شدن دریچه ها با شروع انقباض بطن هاست. بسته شدن دریچه با شروع انقباض بطن هست. حالا شما میگید صدای اول قلب مربوط به کجا هاست؟ میگید بطن ها، انقباض بطن، بسته شدن دولختی و سلختی. صدای دوم قلب وقتی که این قوی هست، یعنی ببینید وقتی میگه دو تا صدا رو به هم دیگه مقایسه میکنه، اصلا شما دو تا کودک رو نسبت به هم مقایسه کن، میگی این کودک قویه، یعنی چی؟ اون یکی پس ضعیفه دیگه. وقتی که اینجا میگید صدا قوی هست، پس اینجا قوی نیست، اینجا گنگ بود، داره مقایسه میکنه دو تا چیز رو نسبت به هم. اینجا گنگ بود میشه واضح. خب اینجا طولانی تر نسبت به صدای دوم قلب بود، اینجا میشه کوتاه‌تر نسبت به صدای اول قلب. من اینها رو نوشتم که تا متوجه بشی تا بچه ها. حالا صدای دوم بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ هاست. کی؟ زمان استراحت بطن. پس صدای اول مربوط به بسته شدن میترال، کلاً 4 تا دریچه توی قلب هست. صدای اول مربوط به بسته شدن میترال و تریکوسپید، میترال و سلختی هست. میترال و تریکوسپید، دولختی یا سلختی هست. و صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه های سینی هست. وقتی که دولختی و سلختی بسته میشه، بطن منقبض میشه. ولی اینجا که دریچه سینی بسته میشه، بطن در حالت استراحت قرار گرفته میشه. صداهای غیر عادی قلب مربوط به اختلال در دریچه های قلب هست. دریچه های قلب دولختی، سلختی و 2 تا دریچه سینی در ابتدای آئورت و سرخرگ ششی هست. بزرگ شدن قلب، نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب. نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب. خب ساختار بافتی قلب. میرسیم به ساختار بافتی قلب. حالا این رو بعدا در انتها بهتون میگم چیه. قلب گوسفند. ساختار بافتی قلب. قلب اندامی ماهیچه‌ای است و دارای 3 تا لایه است. همتون میدونید قلب ماهیچه است. یکیش در قسمت درونی هست که درونی ترین لایه هست، بهش میگن درون شامه. یکیش ما بین درون شامه و برون شامه است که بهش میگن میان شامه. و یکیش هم قسمت بیرونی ترینه، بهش میگن برون شامه. حالا درون شامه، خب درونی ترین لایه هست. یک لایه نازک از بافت پوششی که زیر آن بافت پیوندی هست. پس بافت قلب چی هست؟ درون شامه. یادتون باشه بهتون گفتم که درونی ترین قسمت بافت پوششی هست، بیرونی ترین قسمت پیوندی هست. 10 بار بهتون گفتم. درون شامه بافت پوششی هست.
حالا بافت پیوندی هم داره. چرا؟ چون به میان شامه باید متصل بشه. پس درون شامه درونی ترین لایه هست. یک لایه نازک بافت پوششی که زیر آن بافت پیوندی هست. بافت پیوندی درون شامه را به میان شامه میچسباند و درون شامه در تشکیل دریچه های قلب شرکت دارد. بهتون گفتم دیگه چین خوردگی هایی پیدا میکنه بافت پوششی، چین خوردگی هایی پیدا میکنه که دریچه های قلب رو تشکیل میده که این بافت پوششی یک لایه نازک هست. نوعش رو جلسه های قبل گفتم بهتون، در انواع تقسیم بندی بافت ها بهتون گفتم، و بافت پیوندی هست که به میان شامه متصل میکنه درون شامه رو. پس راحت یاد گرفتید درونی ترین قسمت پوششی هست، بیرونی ترین قسمت پیوندی هست. درون شامه درونی ترین لایه هست، بافت پوششی که زیر اون بافت پیوندی است که بتونه به میان شامه متصل بشه. و اونجا هم بهتون گفتم که دریچه های قلب از طریق چین خوردن بافت پوششی هست که به وجود میاد. خب و خود دریچه ها ماهیچه‌ای نیستند، همون بافت پوششی چین خورده است که دریچه ها رو به وجود میاره. خیلی خوب، میرسیم به میان شامه. میان شامه ضخیم ترین لایه قلب و خالص ماهیچه‌ای هست. ضخیم ترین لایه قلب و ماهیچه‌ای است. میان شامه رو ماهیچه قلب هم میگن بهش، یعنی ماهیچه قلب یعنی میان شامه. میان شامه از یاخته های ماهیچه‌ای قلب تشکیل شده که در بین این یاخته ها بافت پیوندی متراکم وجود دارد. بسیاری از یاخته های ماهیچه‌ای قلب به رشته های کلاژن موجود در این بافت پیوندی متراکم متصلند. بافت پیوندی متراکم مسبب استحکام دریچه های قلب هست. پس میان شامه رو بهش میگن بافت ماهیچه‌ای. بافت ماهیچه‌ای یاخته های ماهیچه‌ای رو داره و شامل بافت پیوندی متراکم هست که به رشته های کلاژن متصلند که این بافت پیوندی از نوع متراکم سبب استحکام دریچه های قلب میشه. تکرار میکنم، دریچه های قلب ماهیچه‌ای نیستند. از طریق چین خوردگی هایی که بافت پوششی در درون شامه هست به وجود میان. حالا چون سست هستند باید یه چیزی اونا رو محکم نگه داره. بافت پیوندی از نوع متراکم در قسمت میان شامه باعث میشه که اون دریچه ها مستحکم در سر جای خودشون بایستن. میرسیم به قسمت برون شامه. بیرونی ترین لایه قلب. برون شامه روی خود برمیگرده و پیرا شامه را به وجود میاره. برون شامه و پیرا شامه. برون شامه روی خودش برمیگرده، انگار مثلا کاغذ رو از وسط روی خودش تا میکنید، برمیگرده و پیرا شامه رو به وجود میاره. برون شامه و پیرا شامه از نوع بافت پیوندی متراکم. حالا نیازی هم به حفظ کردن نیست. برون شامه گفتم از قسمت خارجی همیشه از نوع بافت پیوندیه که بتونه به قسمت‌های دیگه هم اونو پیوند بده. از نوع بافت پیوندی متراکم و بافت سنگ فرشی. خب بین برون شامه و پیرا شامه مایع وجود دارد که کارش چی هست؟ روی خودش تا خورده دیگه. برون شامه و پیرا شامه به وجود اومده. خب
کارش چی هست اون مایعی که بین برون شامه و پیراشامه هست؟ یکیش محافظت از قلب هست، اون مایع محافظت از قلب میکنه و یکی هم حرکات چی رو تنظیم میکنه؟ برون شامه و پیراشامه رو. خب این مربوط به لایه های قلب هست که ساده آموختید. درونی ترین لایه بافت پوششی هست. بافت پوششی میاد دریچه ها رو به وجود میاره. حالا بافت پیوندی هم هست که میخواد به میان شامه متصل بشه. میان شامه رو ماهیچه قلب میگن. چرا؟ چون بافت پیوندی متراکم و یاخته های ماهیچه‌ای زیاد دون هست. رشته های کلاژن هم در اون وجود داره که بافت پیوندی متراکم به هم دیگه متصل شده. این بافت پیوندی متراکم باعث میشه که اون دریچه ها سر جای خودشون محکم قرار بگیرن، چون اینها دریچه های قلب از بافت پوششی که چین خوردن به وجود میاد. بیرونی ترین قسمت هم برون شامه هست. برون شامه روی خودش لا میخوره و پیراشامه رو به وجود میاره. برون شامه و پیراشامه وسطش لایه آب هست، محافظت از قلب میکنه و باعث میشه که حرکات برون شامه و پیراشامه رو کنترل بکنه و اونها راحت‌تر بتونن، روانتر بتونن حرکت بکنن. حالا اینم اینجوری قرار میدم که نکاتش رو اگر خواستید بنویسید. و میرسیم به ساختار ماهیچه‌ای قلب. اینجا هم فست برون شامه رو نشون داده که میبینید لا خورده روی خودش و پیراشامه رو به وجود آورده. اینجا یک فضای بین برون شامه و پیراشامه هست. فضای بین برون شامه و پیراشامه رو نشون میده که آب هست. این باعث میشه که این روی این روانتر حرکت کنه و از قلب محافظت میکنه. اینجا درون شامه هست. درون شامه اینجا هم میان شامه است که ماهیچه قلب رو تشکیل داده. میبینید بچه ها کلن بافت پیوندی متراکم و ماهیچه است کلن. ساختار بافت پیوندی قلب رو میرسیم بهش. ساختار بافت پیوندی قلب. یعنی اینجا رو رسیدیم و درس دادم تموم شد. میرسیم به ساختار ماهیچه‌ای قلب. ماهیچه قلبی ترکیبی از ویژگی‌های ماهیچه‌ای اسکلتی و صاف رو دارند. ما گفتیم که سلول‌های دوکی شکل صاف قلبی هست. کاری نداریم بهش. قبلا درس دادم بهتون. ماهیچه‌های قلب همون میان شامه یا بقیه ها ویژگی‌هایی داره که ترکیبی از بافت اسکلتی و صاف هست. این ویژگی‌ها بافت اسکلتی نداره، بافت ها صاف هستن. حالا میگه ویژگی‌هاش شبیه به بافت اسکلتی و صاف است. چرا؟ بافت اسکلتی چه ویژگی داشت؟ مخطط بود، دو هسته‌ای بود، ارادی بود. این چی بود؟ صاف دوکی تک هسته‌ای بود، غیر ارادی بود. اینجا هم نوشتیم همانند ماهیچه اسکلتی مخطط هست. اسم دیگه اسکلتی مخطط هست. همانند ماهیچه صاف غیر ارادی هست. یافته‌های آن همانند اسکلتی دو هسته‌ای یا مانند صاف تک هسته‌ای هست. قبلا بهتون درس دادم. یکی از ویژگی‌های یافته‌های ماهیچه‌ای قلب ارتباط آن از طریق صفحات چی؟ در هم تنیده است. یادتون باشه بینابینی رو. صفحات چی؟ در هم تنیده، یعنی بینابینی. ارتباط یافته‌ای در این صفحات به گونه‌ای است که باعث می شود. خب 2 بار نوشتم این جمله رو. اینجا هم توضیح دادم بهتون. 2 بار نوشتم چون نادیده میگیرید و مهم هست. پیام انقباضی و استراحت به سرعت بین یاخته ماهیچه قلب منتشر بشود. ارتباط یافته‌ای در این صفحات بگونه‌ای هست. صفحات بینابینی رو میگه، در هم تنیده رو میگه. خب
میگه یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه‌ای قلب صفحات بینابینی یا در هم تنیده ای است. خب ارتباط یاخته ای در این صفحات به گونه ای است که باعث می شود، 2 بار نوشتم از بس مهمه، در انقباض و استراحت تست هست، به سرعت بین یاخته های ماهیچه‌ای قلب منتشر بشود. خب پیام چی منتشر بشود؟ پیام. چه پیامی؟ انقباضی و استراحت. که چی بشه؟ به سرعت بین یاخته های ماهیچه‌ای قلب منتشر بشود. چی باعث میشه؟ صفحات بینابینی یا در هم تنیده. در نتیجه قلب در حالت استراحت و انقباضی مانند یک توده یاخته‌ای واحد عمل می کند. این صفحات بینابینی پیام رو که در هم تنیده است با هم انتقال میده و به شکل توده یاخته‌ای واحد عمل می کند. یعنی انضباط آنقدر زیاد است. در محل ارتباط ماهیچه دهلیز به بطن بافت پیوندی عایقی وجود دارد که مانع از انتشار همزمان دهلیز و بطن می شود. عایقی هست، این پیام بینابینی که در اونها حرکت میکنه، در اونها یک عایقی هست که از انتشار پیام در اونها جلوگیری میکنه. اون عایق هست دیگه، اسمش از اسمش مشخص هست، عایق. شبکه هادی قلب. میرسیم به شبکه هادی قلب. حالا اینجا هم عکسارم نشون داده، شبکه های در هم تنیده رو نشون میده. حالا اسکلتی مخطط بود، تک هسته‌ای بود، 2 هسته‌ای بود، منشعب بود، چی بود؟ اینها رو همه رو بهتون گفتم. میرسیم به شبکه هادی قلب. شامل 2 گره. هادی یعنی چی؟ هدایت کننده، جریان الکتریکی رو هدایت میکنه. خب هادی هدایت کننده، شامل 2 گره و دسته هایی از تارهای تخصص یافته برای ایجاد و هدایت چی؟ سریع چی؟ جریان های الکتریکی. شامل 2 گره. شبکه هادی قلب شامل 2 گره هست. خب و دسته هایی از تارهای تخصصی برای ایجاد و هدایت. نگاه کنید بچه ها، ایجاد و هدایت، علاوه بر این که ایجاد میکنه به وجود میاره، هدایت هم میکنه. چی رو؟ جریان سریع الکتریکی رو. گره اول گره سینوسی و دهلیزی هست، گره دوم دهلیزی بطنی هست. دیواره پشتی دهلیز راست، همون جایی که سرخرگ ششی ازش میزد بیرون، خون تیره رو میبرد به سمت ششا. زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین یا بالایی. زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین. یادتون هست که آئورت وارد مورکا و بافتای بدن میشد، سیاهرگ‌های بالایی زبرین پایینی زیرین وارد دهلیز راست میشد. خب وقتی میگه دیواره پشتی دهلیز راست چیا رو داره؟ یکی سرخرگ ششی رو داره که ازش میزنه بیرون، خون تیره رو میبره به سمت ششا. 2 تا رگ سیاه رگ زبرین بالایی زیرین هم وارد دهلیز راست میشد. الان میگه این گره اول کجاست؟ پشت دهلیز راست، زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین. سیاهرگ زبرین بالایی وارد دهلیز راست میشد. اون جایی که وارد میشه بالاخره به طریق منفذی هست که وارد دهلیز میشه دیگه. خب گره اول پشت همین دهلیز راست و زیر همون منفذ بزرگ سیاهرگ بالایی یا زبرین هست. این گره بزرگتر از گره دوم است و شروع کننده پیام های الکتریکی هست. به همین علت پیشاهنگ یا ضربان ساز میگویند. گره اول سینوسی دهلیزی هست، پشت دهلیز راست زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین،
شروع کننده پیام های الکتریکی. نگاه کن، ایجاد و هدایت. ایجاد کننده گره اول هست. اونی که ایجاد پیام الکتریکی میکنه بهش میگن پیشاهنگ یا ضربان ساز. خب گره دوم گره دهلیزی بطنی هست. میتونید حدس بزنید که کجاست؟ دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب سلختی. اینجا قلم خورد کردم. حالا در عقب سلختی است. ارتباط بین گره اول و گره دوم از طریق رشته های شبکه هادی انجام میگیرد. پس این رو فهمیدید کجاست؟ پشت دهلیز راست، زیر منفذ بزرگ سیاه رگ زبرین هست. ضربان ها ساز هست، پیشاهنگ هست. گره دوم هم دیواره پشتی دهلیز راست در عقب سلختی هست. خب هر دوتاش دهلیز راست. یاد گرفتید جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ را به گره دوم منتقل می کند. چی هدایت می کند؟ شبکه هادی. گره اول به گره دوم متصل. جریان الکتریکی ایجاد شده از طریق گره پیشاهنگ از طریق شبکه هادی به گره دوم منتقل میشه. پس از گره دهلیزی بطنی خب رشته هایی از بافت هادی وجود دارند که در دیواره بین دو بطن به دو مسیر چپ و راست تقسیم شدند. حالا جریان از گره اول به گره دوم رسید از طریق شبکه هادی. بعد از اون رشته های هادی هست که اونها رو بین دو بطن، هر دوتاش پشت دهلیز راست بود دیگه. گره اول به گره دوم میاد، گره دوم هم بین دو رشته های بین رشته های هادی که بین دو تا بطن میاد به پایین دیگه. گره اول بالاتر از گره دوم بود در دهلیز. خب پس پیام الکتریکی از بالای قلب به سمت پایین قلب میاد، از دهلیز میرسه به بطن، منتها توسط رشته های هادی که بین دو دیواره بطن به دو مسیر چپ و راست تقسیم میشه، هدایت میشن. اینم از اینجاست که میتونید نکاتش رو بنویسید. میرسیم به صفحه بعدی که در ادامش میگه چیکار میکنه؟ جریان الکتریکی رو در بطن‌ها پخش میکنه. پیام الکتریکی به یاخته های ماهیچه‌ای قلب منتقل میگردد و بطن‌ها به طور همزمان منقبض میگردند. این جریان الکتریکی از گره پیشاهنگ شروع میشه، میاد میرسه به گره دوم که پشت سلختی هست. از اونجا وارد رشته های هادی میشه که میاد به بطن میرسه. به این رشته ها به سمت چپ و راست بطن ها حرکت میکنن، میرسه به عضله قلب و باعث میشه که بطن ها همزمان منقبض شوند. میگه چرخه ضربان قلب چی هست؟ میگه قلب در هر ثانیه یک بار ضربان دارد. در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر خودش 3 میلیارد بار قلبش منقبض میشه بدون اینکه مثل ماهیچه های اسکلتی استراحتی داشته باشن. اینا بدون اینکه استراحت 3 میلیارد بار میزنه. توی کتاب چرخه ضربان قلب استراحتی پیوسته داشته است. اینها همه رو توی جزوه هست. این جملات بهتون 3 میلیارد بار منقبض می شود بدون اینکه استراحتی بکنه مثل ماهیچه های اسکلتی. میرسیم به استراحت و انقباض قلب.
انقباض قلب برای کی بود؟ دریچه ها می زدن و بطن ها منقبض می شدن. استراحت قلب کجا بود؟ زمانی که بطن ها استراحت می کنن دریچه های سینی بسته میشه. این استراحت و انقباض رو سیستول و دیاستول میگن بهش. وقتی که قلب منقبض میشه سیستول هست، وقتی که استراحت میکنه دیاستول میگن بهش. خب انقباض سیستول، استراحت دیاستول. قلب را که به طور متناوب انجام میگیرد، یعنی استراحت قلب که به طور متناوب و انقباض قلب که به طور متناوب انجام میگیرد، چرخه یا دوره قلب میگویند. یعنی به مجموعه سیستول و دیاستول، به مجموعه استراحت و انقباض قلب که به طور متناوب انجام میگیرد چرخه قلب میگن. در هر چرخه قلب با خون سیاه رکا پر و سپس منقبض می شود و خون را به سراسر بدن می فرستد. در هر چرخه این مراحل دیده می شود. در هر چرخه یعنی سیستول و دیاستول، قلب با خون سیاه رکا پر و سپس منقبض می شود و خون را به سراسر بدن می فرستد. گفتیم دیگه خون تازه از طریق شش وارد دهلیز چپ می شد، وارد بطن چپ می شد. اینو میگه که قلب با خون سیاه رکا پر می شود و سپس منقبض می شود. سیاه رگ ششی خون روشن رو وارد قلب میکنه و بعد منقبض میشه که وارد آورت بکنه خون روشن رو. حالا میرسیم به استراحت عمومی. استراحت عمومی انقباض دهلیزی و انقباضی که توی بطنها انجام گرفته میشه استراحت عمومی قلب زمانی اتفاق میفته که تمامی خونهای سیاه رگ‌ها وارد قلب میشن. سیاه رگ بزرگ زبرین، سیاه رگ بزرگ زیرین که وارد دهلیز راست و سیاه رگ ششی که وارد دهلیز چپ میشد. میگه تمام قلب در حال استراحت است. خون بزرگ سیاه رگ ها، سیاه رگ زبرین، زیرین و سیاه رگ ششی که وارد دهلیز ها میشه و زمانش حدوداً 0.4 ثانیه هست. انقباض دهلیزی هم که بسیار زود گذره. انقباض دهلیز صورت میگیره و خون به طور کامل وارد بطن میشه که حدود 0.1 ثانیه طول میکشه. انقباض بطن هم که بطن منقبض میشه و خون رو از طریق سرخرگ آئورت و ششی به همه قسمت‌های بدن ارسال میکنه که میشه حدوداً 0.3 ثانیه که 0.4 ثانیه رو اینجا نشون میده، 0.1 ثانیه رو اینجا نشون میده و 0.3 ثانیه رو هم اینجا بهتون نشون میده. حالا این تصویر رو هم به طور کامل یاد بگیرید. شاید مثلا توی امتحان همچین تصویری رو بده، میگه مثلا اینجا مربوط به کجاست، این مربوط به کجاست، این مربوط به چی هست و اسامی رو ازتون بخواد. ولی فکر نکنم اسامی بخواد چون این تصویر واضح نیست، ولی یاد بگیرید تا اونجایی که میتونید یاد بگیرید. میرسیم به برونده قلبی. اینا رو همه رو بهتون گفتم. استراحت عمومی که سیاه رگ‌ها وارد دهلیزهای راست و چپ میشه، انقباض دهلیزی که خون وارد بطن میشه و انقباض بطن هم که خون به سراسر بدن میره. برونده قلبی چی هست؟ میگه حجم خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن وارد سرخ رگ می شود، حجم ضربه‌ای میگن بهش، که اگر این مقدار رو
در تعداد ضربان قلب در دقیقه بکنیم برونده قلبی به دست میاد. تعداد ضربان قلب در دقیقه مثلا بشه 80 تا. خب اینجا هم میگه که حجم خونی که در هر انقباض از بطن خارج میشه و وارد سرخ رگ میشه حجم ضربه‌ای میگم بهش. بطن وارد سرخ رگ ششی و سرخ رگ آئورت میکنه. میگه حجم خونی که در هر انقباضی که بطن رخ میده وارد همین سرخ رگ ها بشه در تعداد ضربان در 1 دقیقه رو انجام بدیم میشه برونده قلبی. و اون مقدار خونی هم که از بطن وارد همون سرخ رگ ها میشه رو بهش میگن حجم ضربه‌ای. پس در تعریف برونده قلبی شما 2 تا تعریف دارید. یکیش تعریف برونده قلبی است که حجم ضربه‌ای در تعداد ضربان قلبی که در دقیقه رخ میگیره و حجم خونی که وارد سرخ رگ‌های خونی بعد از انقباض بطنی که وارد سرخ رگ میشه گفته میشه. میگه برونده قلبی با سطح فعالیت بدن تغییر میکند و بعداً میگه عواملی مانند سوخت و ساز پایه بدن، متابولیسم پایه بدن، سوخت و ساز همون متابولیسم است، متابولیسم پایه یا سوخت و ساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدن که باز اینجا تکرار کرده و سن و اندازه بدن هم تغییر میکنه. میگه در بزرگسالان در حال استراحت حدود 5 لیتر در دقیقه است. برونده قلبی 5 لیتر در دقیقه است در بزرگسالان. به بخش آخر یعنی نوار قلبی. میگه یاخته های ماهیچه قلب در هنگام چرخه ضربان قلب فعالیت الکتریکی را نشان میدهند. خیلی خوب. جریان الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را میتوان در سطح پوست دریافت و به صورت نوار ثبت کرد. P فعالیت الکتریکی دهلیز رو نشون میده. QRS فعالیت الکتریکی بطن رو نشون میده و T پیش از پایان انقباض بطن رو نشون میده. خب PQRS انقباض هر یک از این بخشا اندکی پس از شروع فعالیت الکتریکی اون بخش رو نشون میدن و T چی هست؟ اندکی پیش از پایان انقباض بطن رو نشون میدن. حالا من که اینجا بهتون گفتم PQRST این یک نواری هست که به خاطر آموزش به شما نشون دادن که تعداد اینها در نوار قلبی عادی که در بیمارستان به بیمار داده میشه خیلی گسترده تر از این هست. یعنی این تصویر آموزشی برای شما هست.